سلام، خوش اومدیم به ویدیو سوم من تو این کانال. و یه دونه سابسکرایب جدید از ویدیو قبلی تا الان بهمون اضافه شده. سلام میکنم بهش. مرسی که ما رو دنبال میکنی. امروز قراره که یک دو سه تا از خبر جذاب رو بشنویم و اینکه میخوام یه دونه هوش مصنوعی پرکاربرد بهتون معرفی کنم که بتونین ازش استفاده کنین تو زندگی روزمرتون. و همین دیگه، بریم سراغ خبر اول. خب، درود بر شما. اولین خبر رو از زومیت شروع میکنیم. البته کل خبرهای امروزمون از زومیت هستش، چون از بقیه سایت ها چیزی پیدا نشدش. اولین چیزی این که یوتیوب علیه آهنگ‌های ساخته شده با هوش مصنوعی موضع میگیره. یعنی چی؟ یعنی میگه یوتیوب به بازیگران و نویسندگان اجازه درخواست حذف محتوایی را که با هوش مصنوعی ساخته شده است میدهد. یعنی مثلا شما فرض کنید ویدیوی درست میکنی با صدای مثلا یه بازیگر به نام ادریس آلبا. ادریس آلبا میتونه به یوتیوب درخواست بده که اون ویدیویی که شما با هوش مصنوعی با صدای ادریس آلبا ساختی رو حذف کنن از یوتیوب. یعنی اون قانون کپی رایت روی هوش مصنوعی ها رو هم داره یوتیوب اضافه میکنه. این تنها چیزی که هست همین میگه افراد میتوانند از طریق فرآیند درخواست از یوتیوب بخواهند که این گونه محتواها را حذف کنند. اما یوتیوب هم آنها را بر اساس قوانین خاصی حذف خواهد کرد. بدین صورت که بررسی می‌شود آیا این محتوا به طور قطعی برای سود بردن از آن است یا می‌تواند نوعی از محتوای طنز را شامل بشود. و علاوه بر ساده‌سازی حذف این نوع محتوا، یوتیوب برچسب‌هایی را برای سازندگان محتوا در این سرویس ویدیو ارائه کرده و آنها می‌توانند هنگام استفاده از محتواهای ساخته شده با هوش مصنوعی از این برچسب‌ها استفاده کنند تا با جریمه‌های نظیر حذف پست و بسته شدن حساب کاربری خود مواجه نشن. یعنی ما داریم قانون کپی رایت هوش مصنوعی ها رو هم در یوتیوب تجربه می‌کنیم. بعدی در مورد سامسونگ S24 که آیا از زبان فارسی پشتیبانی خواهد کرد یا نه. سامسونگ فهرستش رو منتشر کرد و میگه که سامسونگ در حال توسعه هوش مصنوعی اختصاصی خود برای گوشی‌های گلکسی است. سری گلکسی S24 از جمله اولین مدل‌های گوشی سامسونگ خواهند بود که انتظار داریم برای ابزار گاوس مجهز شوند. هم چیزی میگه مدل هوش مصنوعی شرکت کره‌ای که چند روز قبل در رویداد AI فروم 2023 معرفی شد، افشاگر ناماشنای تکرو میگوید هوش مصنوعی سامسونگ گاوس ابتدا فقط از زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، چینی، کره‌ای و ژاپنی پشتیبانی خواهد کرد که فهرست بسیار کوتاهیه. البته که سازگاری AI با زبان‌های مختلف جهان اونقدر کار سختی نیستش، چون اگه دقت هم کنین توی چت جی پی تی ما همون اول میتونستیم از فارسی استفاده کنیم، چرا که الان کلی دیتا به زبان فارسی داریم و AI میتونه یاد بگیره. نیازی نیستش که حتما اون دیولپرهای AI بخوان بیان زبان فارسی رو به هوش مصنوعی یاد بدن. هوش مصنوعی بذارن تو گوگل خودش یاد میگیره. خب و اما بریم سراغ هوش مصنوعی که میخوام امروز بهتون معرفی کنم. کدلس چیکار میکنه؟ میگه شما چی میخوای درست کنی؟ مثلا میخوای کلکیولیتور درست کنی، میزنی می کل نه میک ا کلکیولیتور. خب حالا اینتر رو میزنیم. از قبل اینجا بروز کردم، صفحه بعده این میاد بعد. یک ماشین حساب خیلی شیک و تمیز برات درست کرده و به سادگی اینجا اگر این شو کدو بزنی کل کد اون ماشین حسابو بهت نشون میده به همین آسونی و سادگی. مرسی که منو تا اینجا تماشا کردید. بازم خوش اومد میگم به اون 3 تا سابسکرایبی که الان تو کانال ما هستن. اگر لطف کنید لایک کنین، کامنت بذارین و اگر هنوز ما رو ساب نکردین لطفا ما رو سابسکرایب کنین تا بتونیم محتوای بهتری براتون بذاریم. و اگر نظر خاصی هم داشتین دوباره میاد کامنت به هم بدین که من بتونم اشکالای ویدیو هم بگیرم براتون ویدیوهای با کیفیت تری آپلود کنم. خدافظ.